السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و گرامی و بینندگان محترم، خواهران و برادران و مادران و پدران و کسانی که این نوارها را میبینین، الله مهربان از جمعی آفت‌ها و بلاها نگهدارتان باشد. و از شما خواهشمان همین است که نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین و این کانال ما را دستگیری کنین. کانال ما به نام خزینه معرفت هست. از شما احترامانه خواهش میکنیم که کانال ما را بازم دستگیری کنین. من میخواهم این بار هم یک نشید دیگه بهر شما بینندگان بخوانم و شما گوش باندازین. پیش از آنی که نشید را خواندنش سر کنم، از شما بینندگان عزیز احترامانه خواهش مینمایم. من یک کانال دیگه به نام کولینری تاجیکستان دارم که در آن کانال من خودم تورتپزی را و طعامپزی را برای شما عزیزان نشان میدهم. همان کانال من را هم دستگیری کنین. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن، مداوا کردنش با من. به افشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. به افشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما رو. اگر گم کرده ای جانا کلیدی خانه ای ما رو. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد دل بد نکن باز آی. اگر درها برویت بسته شد دل بد نکن باز آی. در این خانه دقل وا کن که هم وا کردنش با من. به ما گو حاجتی خود را اجابت میکنم آن را. به ما گو حاجتی خود را اجابت میکنم آن را. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ که روشن کن حسابت را. بیا قبل از وقوع مرگ که روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جنگ که انها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. تو توبه مرا بنویس که امضا کردنش با من. تو توبه مرا بنویس که امضا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. تو توبه مرا بنویس که امضا کردنش با من.
تو توبه مرا بنویس که امضا کردنش با من، امضا کردنش با من. خب شنوندگان محترم، این بود این نشید بسیار پرمعنا. خدا کنه که از این نشید خواندگی ما بهره گرفته باشین و معنایش هم فهمیده باشین که چقدر معنای کلان دارد. الله یار و مددگارتان باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.